ما اینجا میریم سراغ کلیپی که در اون تهدید کرد مسجد مکی رو و حضرت مولانا شیخ الاسلام عبدالحمید رو. دلیل این تهدید چیه؟ 6 ماه گذشت، 6 دقیقه ما یک نامه فرستادیم. مدت این نامه هم 6 دقیقه است، اگر بخونن 6 دقیقه رو وقت. 6 ماه گذشته، همه مراجعشون درمانده شدن، نتونستن جواب بدن. چرا درمانده شدن؟ چون که جواب ندارن. هر چی بگن به ضررشون تموم میشه. به خاطر همین چیکار کردن؟ سکوت کردن. دیدن که آبروریزی داره زیاد میشه. از این طرف اصل المذهب بهشون گیر دادیم، از این طرف امامان وهابی شیعه نامه‌ای که برای مراجع فرستاده، فشار از 4 طرف بر اینا اومد. از یک طرف هم که فشارهایی که قبلا آقای سعید طوسی و غیره آورده بر اینا. به هر صورت اینها در زیر این فشارها اومدن گفتن چیکار بکنیم؟ یک عکسی از شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید پیدا کردن که ایشون در سفر اخیری که به عربستان داشتن تصادفی در احد با کی دیدار کرده؟ تصادفی در احد با مولانا مجیب الرحمن انصاری. این تصویر رو من اینجا خدمت شما عزیزان نشون میدم. احمد آقا این تصویر رو نشون بده. این تصویر، این پشت سر که میبینید کوه جبل الرمات هست، به اصطلاح رو به روی قبرستان احد، قبر شهدای احد. حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید برای زیارت رفته بودن. تصادفی در اونجا جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری که فعلا در دانشگاه اسلامی مدینه منوره درس میخورن و اونجا مقیم هستن، با ایشون روبرو میشن، سلام علیک میکنن و کسی این عکس رو گرفته و در فضای مجازی پخش کرده. یک علم شنگه‌ای به پا کرده ابوالقاسمی که خلاصه یا ما میاییم روشنگری هایی میکنیم، میکشیم، میبندیم، میبریم، زندان میکنیم، یا اینکه شما بیاید چیکار بکنید؟ این شبکه وصال حق رو، خلاصه این برنامه‌اش رو ببندید. به کی تهدید میکنه؟ به حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید. بعد از اینکه عاجز موندن و نتونستن که پاسخ بدن به سوالاتی که مطرح شده، ما قسمت هایی را از این تهدیدایی که اینا کردن رو در اینجا خدمت شما عزیزان آماده کردیم، پخش میکنیم تا ببینید که اینها تا چه اندازه‌ای پرروح هستند. و بله، وسط متاسفانه یکی از این آقایان هم که ما اصلا توقع نداشتیم رفت به مکه و با همینها دیدار کرد و عکسش رو هم در اینترنت پخش کرد. خب دیگه اینقدر بی‌حیایی که بیای شما عکس رو هم در اینترنت پخش بکنید که من رفتم با اون فحاش‌های به اهل بیت دیدار کردم، خجالت نمیکشید شما؟ وقت تو همون موقع بریم اون شبکه‌ها دیدار بکنی؟ بله، رفتن دیدار کردن با اونها. قضیه همین عکسی است که یعنی ملاقات تصادفی این دو بزرگوار در کجا؟ در مدینه منوره، در کنار قبرستان احد. و کلماتی که بر علیه حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید بیان میکنه، بی حیا، بی شرم. من واقعا گلگی دارم از برادران با غیرت بلوچ. علما رو زندان کردن، چیزی نگفتید. کتک زدن، چیزی نگفتید. در تصادف‌های ساختگی کشتن، چیزی نگفتید. مساجد رو بستن، چیزی نگفتید. مدارس رو بستن، چیزی نگفتید. کارشون به جای رسیده که به خاطر سکوت شماها امروز زبان کثیف این آخوند صیغه زاده قمی به حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید باز شده که به ایشون میگه بی حیا و بی شرم. کجاست غیرت بلوچا؟
کجان این سردارهای طایفه های بلوچ؟ کجان این کسایی که امروز ادعای جوانمردی و غیرت بلوچی میکنن؟ مگر مرده غیرتتون که امروز به رمز علمای بلوچستان به حضرت مولانا داره توهین میشه در یک شبکه زنازاده های مکارم شیرازی و شما ساکتید؟ سکوت شما امروز اینا رو پررو کرده که هر سگی بیاد پارس بکنه به حضرت مولانا. همه این توهین ها به خاطر اینکه آقا شما برید وصال حق رو ببندید، چون که شما با یکی از کارشناسای وصال حق عکس گرفتی، شما با اینا ارتباط داری، ما میکشیمت، میبندیمت، زندان میکنیم، به دار میزنیم، یالا برو این شبکه رو ببند. به اذن الله تعالی غیر از ذات اقدس الهی هیچ قوتی در دنیا وجود نداره که صدای حق ما رو خاموش بکنه. از هیچ کم نمیترسیم. ادامه کلیپ رو ببینید. بیانیه هم که میخوای بدی مستقیم بفرستی به اون شبکه ها، مصاحبه هم با اون شبکه ها بکنی. اصلا لازم نیست که شیعه با تو برخورد بکنن. خود از آن اهل سنت برخورد خواهد کرد. تحریک اهل سنت بر علیه شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید داره اهل سنت رو تحریک میکنه. بر علیه کی؟ بر علیه رهبر اهل سنت ایران. جسارت هایی کردند، بی‌ادبی هایی کردند که اصلا نمیشه گفت. ولی حالا چون دیگه ثابت کردن، ما قبلا میگفتیم نه مرتبط هستن، میگفتن نه ما که آقا کی دیده ما تا با اون عکس گرفته باشیم، کی ما با اون مرتبط باشیم، منکر میشدن. الان که دیگه علنا عکس هم پخش شد، همه متوجه شدن که با هم چی مرتبط هستن، اونم تو این وضعیت. الان چون میدانیم داره از سمت شما آب میخوره، بعضی از کانال هاش که رسما اعلام کردند ما شاگردان مسجد میم هستیم و رسما شاگرد مولوی فلان هستیم اسم بردن، و بعضی کانال ها رو هم رسما تبلیغ کرده آقای مولوی عین در فضای مجازی براشون. آقای مولوی عین اشاره است به شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحمید، مسجد میم هم اشاره است به مسجد مکی. از چی سوختن؟ از این که حضرت مولانا عبدالقدوس یا جناب شیخ بزرگوار شیخ سلیمانی یا دیگر عزیزانی که در مدرسه مکی درس خوندن امروز در این شبکه ها فعالیت میکنن و باشون ارتباط داره. شما چندین ساله که به اهل سنت در اون منطقه ظلم کردید و خودتون رو فربه کردید. به حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید میگه که به اهل سنت ظلم کردید، خودتون رو فربه کردید. یعنی چی؟ هر عاقل با سواد با شعور میدونه که این تهمت ها یعنی چی. این صیغه زاده که در شبکه یهودی زاده بلد الزنا ناصر مکارم شیرازی کارشناسه، امروز اومده در مورد شخصیت درجه یک بلوچستان حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید داره صحبت میکنه. چرا؟ چون که از بس که عکس العمل نشان ندادن در مقابل این سگهای ولگرد، مجبور شدن که ریسمانشون دراز شده و امروز از در مورد مولانا هم دارن صحبت میکنن. زنهای متعدد گرفتید و خانه های متعدد درست کردید، ماشین های متعدد خریدید. برای یک بلوچی که با غیرت باشه، من با اونایی که رفتن و دین و دنیا و حتی عزت و شرف و غیرت بلوچی رو فروختن به آخوندها، با اونا کار ندارم. ناموس بلوچ برای یک بلوچ خط قرمزه. امروز این آخوند صیغه زاده کثیف داره در مورد ناموس حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید داره صحبت میکنه. تو به زنهای مولانا چی کار داری؟ تو خیلی عقل داری، شعور داری، غیرت داری، برو از زنازاده بزرگتون ناصر مکارم شیرازی دفاع بکن که امروز تو همه شبکه‌های شیعه شاگردای خودش دارن میگن که یهودی زاده بلد الزنا هست. امروز به خاطر
سکوت همین بلوچ های با غیرت بلوچستان، این سگ رافضی شبکه ولایت انقدر جرأت پیدا کرده که در مورد کوهی در بلوچستان که امروز حکومت این آخوندها باید مدیون مولانا باشن که جلوی بلوچ ها رو گرفته در اونجا، ولی شما رو تارمار کرده بودن، داره در مورد اون صحبت میکنه، در مورد خانوادهش، در مورد ناموسش داره صحبت میکنه. و این شبهات، حالا در همین کلیم میگه که ما نمیخواستیم این حرفا رو بزنیم، اما به ما گفتن که الان وقتش هست که این حرفا رو بزنید. کی به شما گفته؟ ناصر مکارم شیرازی، یهودی زاده ولدالزنایی که همیشه سد راه خواسته های اهل سنت بوده در ایران. اگر خواستن مسجد درست بکنن، ناصر مکارم شیرازی تهدید کرد که کفن میپوشم و به خیابان میام. اگر خواستن که برای اهل سنت مدرسه‌ای درست بکنن، در مقابلش، اگر خواستن به اهل سنت حقوقی بدن در حکومت، در مقابلش همین ناصر مکارم شیرازی یهودی زاده ولدالزنا قرار گرفت. و امروز این طول سگش اومده به حضرت مولانا در مورد ناموسش، در مورد خانه‌اش، در مورد زندگیش، در مورد شخصیتش داره صحبت میکنه. کی به شما این اجازه رو داد؟ مرد هستید بگید کی بهتون اجازه رو داد؟ وزارت اطلاعات؟ همین حرفایی که این داره میزنه 6-7 سال پیش در زاهدان گفتن، اطلاعات پخش کرد، همه بلوچان به یاد دارن که در همون مسجد مکی در نماز جمعه حضرت مولانا جواب همه شبهات اینا رو داد. اگر زن گرفته چرا زن گرفته، کی براش خونه درست کرده، ماشینش از کجا آمده، حقوقش از کجا میاد، همه رو پاسخ داده در نماز جمعه. اما این درازگوش شبکه ولایت داره همون چیزای اطلاعات رو نشخوار میکنه. چرا این ناصر مکارم شیرازی، قزوینی، اینا همه نوکر اطلاعات هستن به خاطر بدنام کردن اهل سنت. قبلا بهتون میگفتیم اینها دروغ میگن که دشمن وهابیت هستن، به قول خودشون ماها وهابی هستیم، با ما دشمنی دارن. عزیزان اهل سنت که عزیزان اینها هستن. سیستانیشون گفته، این زندیق اکبرشون، که نگید اخواننا، بگید انفسنا. حالا فهمیدید که اینها مشکلشون با اهل سنت است، تنها به قول خودشون با وهابیت نیست. حالا میگم که چرا این قضیه الان اینا دارن این مطلب رو بیان میکنن. ادامه کلیپ رو ببینید. هر کجا رفتید برای شما گاو و گوسفند قربانی. اونا قبلا چطور بودن، الان چطورن؟ و شما قبلا چطور بودید؟ یادشون خانواده های سنی و منطقه شما قبلا شد، الان چطور شدید؟ هیچ کی یادش نرفته. حافظا در ذهن مردم هست. از تمام طبقات، از زان اهل سنت، چه علما چه عوامشون، افراد زیادی هستن که از شما ناراضی هستن. یک نمونهش رو ما پخش کردیم، مال چند سال قبل بود. هر کسی که منافعش، دکانهای دینیش بسته شده به خاطر روشنگری ها، به خاطر مواقف شجاعانه و مردانه حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، ناراضی هن؟ بله. کسانی که نوکرای شما، آره این کسی رو که کلیپش رو پخش کردن میدونید کیه؟ حالا ما نمیخوایم اونا چهرهای نسلشون رو نشون بدیم. فرمانده بسیج سپاه پاسدارانشون در اون منطقه، نوکرشون آوردن که بیا اینجا مثل بلبل برای مولانا صحبت بکن. ما نمیخوایم وارد اون اختلافات بشیم، در مورد اونا صحبت بکنیم، ارزشش هم نداره. اما اینجا نکته مهم این است که در این وقت حساس چرا این صیغه زاده حرامزاده شبکه صیغه زاده های ولد زنا، حرامزاده های ولد زنا، حالا چرا گفتم این حرفا رو؟ چون که خود حجت الاسلام حسن علایاری گفته حرف ما نیست، ما نه قبول میکنیم نه رد میکنیم به قول قزوینی. چرا اینا این حرفا رو الان میخوان بزنن؟ در خود زاهدان چندین نفر هستن به ما گفتن، در ایران شهر به ما گفتن، در چابهار به ما گفتن و بقیه جا، در سراوان به ما گفتن. این خود شما خدا قبلا چی بودید؟ قبل از انقلاب یک مش فالبین جادوگر روزخوان بودید که در مقابل چند شایی میرفتید تو مساجد روزه میخوندید. چی بودید؟ چی شدید؟ فکر کردید علمای اهل سنت هم مثل شما هستن؟ ادامه کلیپ رو ببینید. این مقدمه اول. مقدمه دوم، شما با کسانی همراه شدید که بیشترین توهین ها رو به علمای اهل سنت بلوچستان از جمله محمد عمر سربازی، عبدالرحمن سربازی و دیگران داشتند. دروغ میگه. همین بلند
شدن و نشستنش که یاد روزهای همراهی با حاج سعید طوسی اینو میندازه. ما هرگز در مورد مولانا سربازی صحبت نکردیم و هرگز هم توهین و اهانتی از این شبکه بر علیه ایشون و غیره علمای اهل سنت نشده. اگر شده مرد هستی نشون بده، در کجا کی گفته. ثانیاً اصلا چه ربطی داره دیدار تصادفی دو شخصیت مهم جهان اسلام به کوری چشم شماها؟ نه در دفتر شبکه بوده، نه در ارتباط با شبکه بوده، نه زمین سازی از طرف شبکه بوده. اصلا ربطی هم به وصال حق نداره این دیدار، این ملاقات اینها. بالفرض هم که ملاقات رسمی هم داشته باشن که حضرت مولانا بره هرات یا حضرت مولانا مجیب برن زاهدان، ربطی نداره. حالا من نشون میدم که چرا ربطی نداره. یعنی این کسانی که دیدید، یک نمونهش تکفیر ابن نجیم حنفی از علمای سرشناس ماتوریدی، تکفیر محمد عمر سربازی، تکفیر عبدالرحمن سربازی و دیگران که بکیل باشن پخش کردیم. دروغ میگه. هیچ وقت از این شبکه هیچ یک از مسئولین این شبکه در مورد این اشخاصی که ذکر میکنه یک کلمه در مورد تکفیر اینا که صحبت نکرده. شما رفتید با اینا عکس گرفتید، عکس یادگاری، و بعدش هم الان هم پخش کردید. خب دو، سومین نکته، شما با کسانی همراه شدید که به اهل بیت علیهم السلام جسارت کردند و جسارت ناموسی هم کردند. یعنی کاش فقط توهین‌های نواسب بود. نواسب، شما روی نواسب رو سفید کردید. بله. به حضرت مولانا عبدالحمید میگه که شما روی نواسب رو سفید کردید و نواسب در نزد اینها طبق اعتقاد خودشون کافر است و زندیق است و مباح دم و المال است. و از این تهدیدها زیاد کردن. احمد جان اگر اون تهدیدی که به مولای مرادزایی کرده بودن اون رو روی ایمیل من بفرستید و همچنین اون بیانیه‌ای که در یکی از روم‌های اینا پخش شده بود برای من بفرستید که اینجا برای بینندگان بخونم. اما کی در این شبکه، نه مولانا مجیب، نه مولانا عبدالقدوس، نه من، نه هیچ کس از ما توهین به اهل بیت نکردیم. اما اگر که در کتاب‌های شما توهین شده که امام جواد حرامزاده بوده، اینو در کتاب‌هاتون آوردید و نشون دادیم، برید اون رؤسای مذهبتون که تهمت حرامزادگی به امام جواد زدن رو بگیرید. اگر که در کتاب‌های خودتون مجلسی آورده که مادر امام زمانتون در بازار برده فروشا داد میزد که پرده عفتش دریده شد، برید یقین مجلسی رو، برید قبر مجلسی رو باز بکنید، استخواناشو آتیش بزنید که چرا توهین ناموسی کرده به امام زمان، یا چرا توهین ناموسی کردن به امام جواد، یا چرا توهین ناموسی کردن به فاطمه زهرا که در همین کتابای خودتون من بارها نشون دادم که علی میرفت تو کوچه خیابون مرد غریبه رو میفرستاد برو پیش فاطمه که دلش برات تنگ شده. مگر نگفته در کتابای خودتون؟ بارها نشون ندادم؟ شمایید که توهین میکنید به اهل بیت. ما دفاع کردیم از اهل بیت، این روایتاتون رو نشون دادیم، به بینندگان ثابت کردیم که شماها نواسب هستید، شماها دشمنان اهل بیت هستید. و گفتیم مردم بلوچستانی که نسبت به لعن امیر مؤمنان علی علیه السلام از همه غیورتر بودند و غیرت نشان دادند، قطعا اگر توهین‌های این افراد معلوم الحال رو ببینند بر نخواهند تابید. نکته چهارم، اینم تعارف بردار نیست، همه میدونن، خودت هم به اون راه نزن. ارتباط شما با عبدالمالک ریگی مشخص بود و چندین نفر از جمله شهبخش و دیگران رو که گرفتند علنا با شما ارتباط داشتند. هیچ کس نمیتونه منکر این قضیه بشه، اعترافاتشون هم هست. تهدید، اینجام تهدید است که بله شما رو به تهمت ارتباط با فلان و علان میگیریم، زندان میکنیم، میکشیم، به دار میزنیم. تهدید اطلاعاتی. حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در زاهدان همه باش ارتباط دارن، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، با سواد و بی سواد، همه ملت بلوچستان با حضرت مولانا ارتباط دارن. ایشون به عنوان رهبر اهل سنت در اونجا مطرح هستن و همه مردم باشون ارتباط دارن. و این صیغه زاده قمی داره توهین میکنه، در اینجا تهدید میکنه. تهدید فرستادید افرادی رو برای ترور کردن علمای اهل سنت در مناطق مختلف و ترور هم کردند.
بعضی از علمای اهل سنت رو کتک زدید و فیلم برداری هم کردید و یکی از محافظان شما هم فیلمش رو فرستاد، موجوده، برای ذلیل کردن اون عالم. حالا اینا من یکم یکم دارم میگم تا ببینیم ما چیا داریم. خب دلتون خوش بود به عبدالمالک ریگی. عبدالمالک ریگی رو هوا زدن دیگه، هیچ باورش نمیشد اینطور بگیرنش، رو هوا زدنش. دلتون رو خوش کردید به داعش، تو مسجد خودتون ترویج داعش کردید، کلیپش هم داریم، پخش هم نکردیم تا حالا، نمیخواستیم پخش بکنیم. تو مسجد شما ترویج داعش کردن، ترویج مسلحین در سوریه کردن، چون پخش میکردیم برای آرامش منطقه بد بود، اما شما میخواین آشوب کنید. باش. حالا نشون خواهیم داد که این با این تهمت ها میخوان که پاپوش درست بکنن برای حضرت مولانا. نشون خواهیم داد که اینا چقدر هماهنگی دارن با داعشیا در این مسائل. همزمان در یک هفته داعش میاد کلیپی رو پخش میکنه، تهدید میکنه حضرت مولانا رو، و شبکه ولایت هم میاد این حرفا رو میزنه، تهدید میکنه حضرت مولانا رو. یعنی هماهنگی بین اینا هست، هماهنگی بین اینها هست برای نابود کردن علمای اهل سنت. این مشکل نداریم، اهل سنت سمت شما رو نخواهند گرفت. تو افغانستان دیدیم، پخش کردیم کلیپشو، ریختند دفتره سلفی‌ها رو خراب کردن در افغانستان، تعارف بردار هم نیستش. اینجا هم داره تهدید میکنه. الان ملت غیور بلوچستان مسیرشون رو باید انتخاب بکنن، یا حرف این آخوند رو گوش میکنن یا حرف طرف حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رو میگیرن. دلتون رو به داعش خوش کردید، در مسجدتون مردم رو برای جنگ در سوریه تحریک کردید. البته خب سوریه کیا بودن مقابل شما؟ آقای بوطی، نفر اول اهل سنت دنیا که ترورش کردن، مفتی اعظم اهل سنت سوریه آقای بوطی ترور شد. خب او شیعه بود؟ نه خیر، سنی بود. شماها کشتینش. وقتی حقیقت رو فهمید، وقتی میخواست حق رو بگه، وقتی فهمید که شما دارید ظلم و جنایت میکنه در علیه سنت، شما کشتینش و تهمتش رو انداختید بر اهل سنت که اهل سنت ترورش کردن. او گاز شیمیایی زده بود به کسی؟ در یه منطقه ای الان مسلحین گاز شیمیایی درست میگن که در عراق مصرف میکردن، بمباران شده اونجا، منفجر شده، آب و فغان دارید میکنید شما؟ و بگید چرا درست کردن اونجا؟ همه که میدونن که چه اتفاقاتی رخ داده. آقای حسون پسرش رو، مفتی اعظم سوریه، پسرش رو ترور کردن. آقا سنی و شیعه نبود که. کلیپ با اول پخش کردیم تا بدونن سنیایی که با شما مخالف هستن شما باشون چه برخورد میکنید. از مسجدتون اتوبوس میفرستید برای زدنشون. همه اینا تهدیده. یعنی بچه تو هم میکشیم، خودت هم میکشیم، زندان میبریم، اعدامت میکنیم. همون کاری که با پسر حسون شد و با بوطی شد، همون کار رو با تو هم میکنیم. داره علنا تهدید میکنه، مثل یک بازجوی وزارت اطلاعات. این وضعیت اهل سنته. خب قبلا دلتون به عبدالمالک ریگی خوش بود، دیدید چه برای سرش اومد. دلتون به داعش خوش کردید، در موصل دید چه اتفاقی رخ داد. الان موصل داره پاکسازی میشه کامل و اون مسجدی که آقای ابوبکر البغدادی توش سخنرانی کرد به دست کی افتاده؟ یعنی 100 متریش هستن نیروهای شیعه و سنی عراق. پس دلتون به اونها هم خوش نباشه. اگه قبلا یه چند تا طلبه‌ای داشتید که دلتون به اونها خوش بود، همین طلباتون رفتن در سوریه به درک رفتند. تعارف هم نداره، خودتونم میدونید که چه کسانی داریم میگیم. چندین نفر از چند تا طایفه رفتن اونجا و دیگه جنازه‌هاشون هم طبیعتاً بر نگشت. خب این هم که مشخص شد. پس دلتون رو دیگه به این تو این اوضاع به هیچ کس خوش نکنید. الان ایام انتخابات هم هستش در کشور ما، باید جو آرام باشه. طبیعتاً بخواید سیاسی هم باز در برید، حکومت برخورد خواهد کرد. تهدید حکومتی یعنی چی؟ یعنی وزارت اطلاعات میاد، سپاه پاسداران میاد، میبردتون، میکشدتون، شکنجه میکنه، زندان میکنه، حلق‌آویز میکنه، به دار میزنه. میگن 4 تا با غیرتی هم که بود تو بلوچستان رفتن تو سوریه، دیگه هیچ کسی با غیرتی در بلوچستان نمونده که از تو دفاع بکنه. همین حرفش هست، این حرف داره میزنه. اینو داره خطاب میکنه به اون جوانهای با غیرتی که امروز در بلوچستان در کنار
مولانا عبدالحمید هستن. این داره آزمایش میکنه غیرت و شهامت و مردانگی بلوچ‌های بلوچستان رو. بحث دینی هم باشه، توهین به اهل بیت بخواید بکنید، ادامه بدهید، نه شیعه نه سنی تحمل نخواهند کرد. سنی ها قبل از شیعه ها، تعارف بردار هم نیست. خب با همه این مقدمات ما این کلیپ ها رو هم پخش کردیم، دیدید ما چیا داریم. این یه بخشش بود و در خیلی از کانال هایی که بر ضد شما در فضای مجازی عزیزان اهل سنت یا گروه های دیگه و حتی داعشی ها دارن، چون داعشی بهش رحم نمیکنن و اینا از بی‌عقلی شماست که طرفدار داعش شدید. داعشی ها بیان اول نفر سر خود شما رو خواهند برید. حالا گروه های داعشی هم ضد شما پخش کردن، گروه های سنی هم ضد شما پخش کردن، ما همه رو جمع کردیم. این یک 15 ثانیه اول یکی از کلیپ همون بود. یا به اونها میگید که دیگه تکرار نکنن، نه توهین به مراجع رو. مراجع برای ما اینها مقدس هستن، افراد بزرگواری هستن. بله. همه درد این آخوند چیه؟ دیگه این ذکر نکنید که ما 6 ماه میشه نامه فرستادیم مکارم شیرازی و جعفر سبحانی و نجم الدین طبسی، بی غیرت ها نتونستن جواب بدن. اینا نتونستن این بی غیرت ها جواب بدن، آقا اومده داره تهدید میکنه. یعنی چی؟ یعنی مولانا عبدالحمید تو برو جلوی شبکه وصال حق رو بگیر که دیگه به مراجع ما نامه نفرستن، آبروی ما رو نبرن. و الا ما خیلی چیزا از شما داریم که پخش میکنیم. اون چیزایی که پخش کردن اگر وقت شد من ان شاءالله در موردش صحبت میکنم. اما بزرگتر از اونها اهل بیت علیهم السلام. ما توهینگری به مراجعمون گفتیم حالا یک کی شود دریا ز پوز سگ نجس و مه فشاند نور و سگ او کند. گفتیم اما به اهل بیت جسارت بکنید، ما یک حکم شرعی داریم، دیگه تعارف بردار نیست و دیگه خود دانید، یا اینها رو شما ساکت میکنید یا ما این کلیپ هایی که دیدید کاملش رو، نه یکی نه دوتا، 10 ها کلیپ کاملش رو میذاریم. دیگه دیدید ما 6 سال نگه داشتیم چون به اون گفتن صبر کنید. از اینجا بعد دیگه نه، گفتن صبر نکنید. اینجا گفتم بهتون که میگه 6 ماه به ما گفتن که پخش نکنید، الان بهشون گفتن که پخش بکنید. کی بهشون گفته پخش بکنید؟ همون یهودی زاده ولد الزنا مکارم شیرازی یا هم وزارت اطلاعات، همشون یکی هن. سگ زرد برادر شغال است. ما هم کلیپ ها داریم از شما آقای ابوالقاسمی، از مراجعتون، از آخونداتون. حالا نمونهش رو پخش میکنیم امشب، یک چیز کوتاهی رو پخش میکنیم. خیلی چیزا داریم از اون جلساتی که در تهران میگذارن برای شبکه ولایت در مورد وصال حق که چگونه برخورد بکنن، همه اینا رو داریم. همه این اسناد و مدارک رو داریم. از کجا بهتون پول میدن، مصارف شبکه ولایت از کجا میاد، کیا دست دارن در کمک کردن به شبکه ولایت، از کجا خط میگیرید، همه اینا رو داریم. اول به اول اطلاعات دقیق برامون میاد. اما فشار میخواید بیارید رو با حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که وصال حق رو ببنده؟ فکر کردید علمای اهل سنت مثل علمای بی غیرت شما دین رو در مقابل دنیا میفروشن؟ فکر کردید مثل تاجر شکر مکارم شیرازی یهودی زاده ولد الزنا که از پول ملت ایران امروز تاجر شده؟ چند روز پیش جالب بود، دوستان میگفتن که هیئتی از مجارستان اومده، با هیئت اقتصادی از مجارستان اومده با ناصر مکارم شیرازی ملاقات کرده. که دوستان مسخره میکرد، میگفت حتما رفته در مورد حلال و حرام شکر پرسید از ایشون. شما هستید که با خون ملت دارید تغذیه میکنید. شما هستید که بر ناموس ملت سوار هستید. شما هستید که با خمس و با صیغه دارید جیبای خودتون رو پر میکنید. شما هستید که میدزدید از ملت. چون به اهل بیت جسارت شده. از اینجا بعد این کلیپ ها رو میذاریم هر روز در شبکه ولایت پخش بشه. فقط هم شبکه ولایت نیست، در فضای مجازی پر خواهیم کرد. الان چندین کانال چند هزار نفر منتظر هستن فقط ما بهشون مطلب بدیم. گفتن آقا صبر کنید تا امشب، ما اینها رو دهنشون خواهیم بست. اگر دوباره جسارت کردن تمام اینها رو میدیم پخش بکنن، خانواده هاتون بیان تو صورت شما توف بزنن. خوبه آقای ابوالقاسمی؟ خوبه؟ میبینیم الان اولا
داری آزمایش میکنی غیرت بلوچ‌ها رو، بلوچ‌ها خودشون جواب تو رو خواهند داد. در مورد حضرت مولانا شیخ الاسلام عبدالحمید انشالله خود ملت غیور بلوچ جواب تو رو خواهند داد. و هی کاش میتونستیم که ما هم از نزدیک جواب تو رو بدیم، اما یقین داشته باش که کسانی هستن که جواب این توهین ها و اهانت ها تو به شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید بدن. از همین شب تا اول رمضان ببین که در شبکه وصال حق چه پخش خواهد شد، از مادر امام زمانتون که در کتاباتون چی گفته در موردش، تا نسب امام جواد و تا حسن علایاری، و ببینیم که آبروی کی میره. شما هم چیزایی که داری پخش بکن، ما هم پخش میکنیم. که چرا آبروی ما رو جلوی عزیزان اهل سنت بردید، ما رو جلوی آبرو کردید. مساجد مقدسه برای عزیزان اهل سنت، مقدس ترین مکان مسجده. حالا ما حرم داریم، عزیزان مسجد دارن و خیلیشون حالا زیارت میمدن، ولی مقدس ترین جاها رو اینها مساجد میدونن. اون مساجدی که دست این افراد است تحمل نخواهند کرد با این کارهایی که شما انجام دادید و ما کلیپاشو پخش بکنیم نجس بشه. حرمت مسجدشو نگه دارن اهل سنت، هیچ مسلمانی قبول نمیکنه. اما ما شما رو، تعارف هم نداره، ما ناصبی رو بارها گفتیم، از یهودی و از یهودی که حالا مشکل نداره، از اسرائیلی که دشمن با فلسطینیست ما بدتر میدانیم 1000 برابر. در اول کلیپ گفته بود که به حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که شما روی ناصبی‌ها رو سفید کردید، اینجا میگه که ما ناصبی‌ها رو از یهودی‌ها از اسرائیلی‌ها هم نجس‌تر میدونیم. این توهین دیگری به حضرت شیخ الاسلام. نجس‌ترین موجود عالم رو ناصبی میدانیم و شما با ناصبی‌ها دمخور شدید علنا. این دیگه برای ما غیر قابل تحمله. دیگه حالا خود دانید هر کاری میخواید بکنید دیگه. ماها اونی که به گردن ما بود گفتن این قضایا بود. دوباره هم تاکید میکنم ما عزیزان اهل سنت رو از شما جدا میدانیم. بله، عزیزان اهل سنت رو از شما جدا میدانیم، یعنی حضرت مولانا عبدالحمید شما اهل سنت نیستید، عزیزان اهل سنت رو از شما جدا میدانیم. این هم توهین دیگری که این نجس قومی به مولانا کرده. حالا مولانا مجیب الرحمن انصاری کیه که این همه این تصویری که اینها دیدن سوختن، این عکس اینا رو داغون کرده؟ تشکر احمد جان. من فقط تصاویری از مدرسه و مسجد مولانا مجیب الرحمن انصاری خدمت شما عزیزان نشون میدم. این یکی از جلسات، یک اجتماعات مردمی در هرات هست که در اونجا مولانا مجیب الرحمن انصاری صحبت میکنه. این تصویری از مدرسه و مسجد ایشون هست. این یکی از سخنرانی ایشون و حضور مردمی. این جلسه مردمی در اونجا. مدرسه احناف هست، فقه حنفی تدریس میشه. کسی هم امروز در کل افغانستان نگفته که از اینجا یک نفر وهابی است یا یک نفر عقیده محمد ابن عبدالوهاب داره یا ابن تیمیه رو داره. یک نفر هم نگفته. گوشه ای از طلاب مدرسه دینی دارالعلوم عالی انصار، اینم بخش خواهران دارالایتامی که ایشون دارن در اونجا. اینم یکی از سخنرانی ها در جمع مردم هرات. رادیویی دارن به نام رادیو صدای انصار که در شهر هرات پخش میشه. این یکی از نمازهای عشا هست در مسجد ایشون. تصویر دیگه. یکی دیگر از سخنرانی ایشون، مسجدشون، و اینم عکس. حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری مدیر دارالعلوم عالی انصار، یکی از بزرگترین مدارس دینی اهل سنت در افغانستان، و رئیس شورای علمای جنوب غرب افغانستان، رئیس دارالایتام انصار در اونجا، و انجمن‌ها و مؤسسات و مدارس و دارالحفاظایی که در اونجا دارن.
در نزد مردم هرات ایشون چه جایگاهی دارن؟ کافی است که من قسمت‌هایی از این کلیپ رو خدمت شما عزیزان نشون بدم تا ببینید. ایشون از مدینه برگشتن به هرات چگونه از ایشون استقبال میشه. وزرا، والیها، رئیس جمهور، وزیرها، فرمانده های لشکرها وقت میگیرن پیش مولانا مجیب الرحمن انصاری که باش ملاقات بکنن. اگر تو صیغه زاده حرام زاده قم نمیشناسی بشناس. آرزوی رئیس جمهور و رئیس اجراییه و وزرا در افغانستان این است که ایشون یک ساعتی، نیم ساعتی، 5 دقیقه به اونها وقت بده که باش ملاقات بکنن. خوش آمد سروری ما سری ما مسلمانان بگویید از دل و جان از دل و جان مسلمانان بگویید از دل و جان از دل و جان خدا حفظت کند ای سروری ما سروری ما خدا حفظت کند ای سروری ما سروری ما خوش صف طولانی است از سران اقوام، شخصیت‌های معروف و به قول معروف سران کشوری و لشکری که اینجا آمدن در استقبال ایشون در فرودگاه. بیش از 400-500 ماشین فقط در فرودگاه آمده بودند برای استقبالشون. بیش از 300-400 تا موتور سوار اینا را همراهی میکردن از فرودگاه تا مدرسه و مسجدشون. حالا در ادامه کلیپ میبینید. لحظه هجوم مردم به مسجد ایشون برای دیدن حضرت مولانا. خوش آمد رهبری ما خوش آمد سروری ما خدا آمدی شمع و چراغ جمع غریبان خوش آمدی ای شمع بر سر من گریم خوش آمدی حسن به درگاه خدا عزت می بردم که روی تخت اصحاب صفه چندین مرتبه 6 تا حدیث حفظ می کردم. این صحنه‌ای بود از استقبال ایشون در یکی از سفرهایی که به هرات رفته بودن. این شخصیت، یعنی شاید باور نکنید، رئیس جمهور خواهش میکنه که با ایشون ملاقات بکنه. ایشون اگر وقت داشت، هنوز وقت ندادن به رئیس جمهور. این یک واقعیتی که من خودم شاهدش هستم. و این حرامزاده قمی دهن کثیفش رو باز کرده بر علیه ایشون. احمد جان داری صحنه‌ای از حضرت مولانا شیخ الاسلام در زایدان رو؟
بله، صحنه‌ای هم از استقبالی که مردم زاهدان میکنن از شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و جایگاهی که ایشون در زاهدان دارد رو با هم ببینیم. واجه نوابی میں پلو گلابی میں واجه نوابی میں پلو گلابی میں ماں قرآن پول عبدالحمید جانے میں قرآن پول عبدالحمید جانے میں ماہ میں روچو بلے میں سار بے بستانے میں ماہ میں روچو بلے میں سار بے بستانے میں ماں قرآن پول عبدالحمید جانے میں ماں قرآن پول عبدالحمید جانے میں ماہ میں روچو بلے میں سار بے بستانے میں ماہ میں روچو بلے میں سار بے بستانے وشات شاباشی جوڑی ادرہ باتی وشات شاباشی جوڑی ادرہ باتی دردانگی واجہ بلے میں لوگ مہمانے دردانگی واجہ بلے میں لوگ مہمانے واجہ نوابی میں صحنه‌هایی از سفرهایی که حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در مناطق مختلف زاهدان داشتن و این مردمی که میبینید در استقبال ایشون شرکت کردن، اینها شعار نمیدن مثل شما که شعار میدید مرگ بر فلان و مرگ بر علان و زنده باد فلان و مرگ بر ضد ولایت فقیه و عمل نکنن. اینها کسایی هستن که حاضرن جانشون فدا بشه اما یک تار مو از بدن مولانا عبدالحمید کم نشه. تو صیغه زاده قم، تو غیرت ملت با غیرت بلوچستان رو دست کم گرفتی. تشکر میکنم احمد جان. این هم صحنه‌هایی بود از استقبال مردمی از حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید. الان این دو نفر، این دو شخصیت جهان اسلام و اهل سنت تصادفی با هم دیگه در احد در مدینه منوره سلام علیک کردن. تو چرا سوختی؟ تو چرا داری تهدید میکنی؟ با چی هم تهدید میکنن؟ ما کلیپ هایی داریم که باید پخش. حالا من بهت نشون میدم کلیپ پخش کردن یعنی چی. شما که غیرت و مردانگیشو ندارید و مثلا یک چیزایی که پخش کردن، من بعضیاشو خدمتتون نشون بدم اینجا. مثلا یک کلیپش اینه، خیلی هنر کردن. اینجا یکی از شخصیت‌های بلوچستانه، یکی از علماست و ایشون بلوچ‌ها میدونن که یک سری مشکلاتی داره با حضرت مولانا و حسادت و این مسائل هم هست. علی کل حال ایشون میاد میگه که در پشت مسجد مکی همچین یک اتفاقی افتاده. اینا آی ببینید در کنار مسجد مکی چه اتفاقاتی میفته. تو حرامزاده قومی برو نگاه کن که در کنار حضرت معصوم و کنار حوض علمی فیضی قومتون چه اتفاقی میفته. تو یک سری به خونت بزن، اون سیبیلایی که رفت آمد میکنن از اونا خبر بگیر. حالا ببینید که چی میگه. این تهدیده، این که ما اینو پخش میکنیم کامل اگر که شما وصال حق رو صداش ساکت نکنید. هست این سخنان پخش بشه مگر نه پخش نمیکنین. کلیپ رو ببین. اینجا در پشت مسجدیه که به نام پیر و عرفان زنی آمد که من اولاد اینجا در پشت مسجد مکی. اولا که در پشت مسجد مکی همچین چیزی وجود نداره. کسایی که در زاهدان هستن میدونن که هولوش مسجد مکی نیست جایی که این آقا اشاره میکنه. حالا این مبالغه کرده که در ولو اینکه یک پیری، البته اجازه نمیدن که این افراد نجس بکنن مسجد مکی رو، اما یک پیری مثلا بیاد در داخل یک مسجد همین یک کاری رو انجام بده، چه ربطی داره به حضرت مولانا و چه ربطی داره به مسجد مکی؟ اما ببینید که چطور بدنام میکنن مرکز دینی بلوچستان رو. نداره. گفت برو تو موتر، اگر جبرائیل به صورت من آمد هر چی شما را گفت شما به جوابش بدید، یعنی قبول کن. زنک رفت اونجا، خود پیر صاحب رفت اونجا برای خراب کردنش که اگر پیر به صورت جبرائیل به صورت من آمد باید اجازه بدید. بله، این به عنوان اینکه چه اتفاقاتی داره میفته در مسجد مکی. خود کلیپ خودشون که پخش کرده میگه در پشت مسجد مکی.
یکی از کلیپ های دیگری که خیلی تهدید کردن این کلیپ است. یک جوان بیچاره تاجیک رو آوردن و مثل بازجوها دارن ازش اعتراف میگیرن. اینو که شما پخش کردید و 100 تا مثل اینم دارید پخش بکنید. ما اگر بخوایم مثل شما از این سناریو درست بکنیم، گرچه نیاز نداریم چون که شاگرد خود مکارم شیرازی و حوزه علمی قم همه سیر و پیازاتون رو افشا کرده، حالا کلیپشو میگذاریم، بیاریم یک دو نفری رو چهرهش هم بپوشانیم مثل این کاری که شما کردید، به که مثلا آقای ابوالقاسمی رو دیدین که با سعید طوسی در یکی از اجرای حوزه علمی فلان کار میکردن، یا آقای قزوینی دیدیم که فلان جا فلان اتفاقی براش افتاده بود. یعنی ساختن این چیزا برای شما خیلی آسانه، برای ما هم آسانه که این چیزا رو بسازیم، اما دین ما، عقیده ما این چیزا رو به ما اجازه نمیده. اما به شما توهین و اهانت و تهمت و افترا و دروغ مثلا جز فضایل اعمال است که انجام میدید. فقط ابتدای کلیپ رو من به نور صفحه بودم 17 سالم است و متولدم سال 1993. من تاجیکستان بودم. بله، کودکی بیچاره رو آوردن اینجا، خدا میدونه چقدر بهش پول دادن که تو بیا این حرفا رو جلوی دوربین میزن، چهره‌ش هم تار کردن که کسی متوجه نشه. خب اینو هر کس میتونه بکنه. ما میتونیم 4 نفری رو بیاریم چهرهشون هم بپوشانیم بگین که البته نیاز نداریم چون که آخونده خودتون گفتن این حرفا رو. این چیز جدیدی نیست. این یکی از چیزایی است که اگر شما نبندید شبکه وصال حق رو ما فلان میکنیم و علان میکنیم و از این تهدیدها به مولانا عبدالحمید. این بود خلاصه از این اهانت ها و تهدید هایی که اینا کردن. حالا ببینید که دقیقاً داعش در همین چند روز کلیپی رو پخش کرده. از این طرف این داره تهدید میکنه که ما فلان میکنیم، علان میکنیم، مردم رو بر علیه شما تحریک میکنیم و میبندیم و میبریم و میکشیم و زندان میکنیم. و داعش چی میگه؟ با توجه به اینکه هیچ زمان بلاد مسلمانان از منافقین و کسانی که در خندق دشمنان دین قرار گرفته‌اند پاک نمی شود، در ایران هم منافقان و مرجعه ها و مداخله ها پیش قدم مقام هایی هستند که صلاحیتش را ندارند، که از خلال منبرها کفر صریح را نشر می کنند و احکام شریعت را تعطیل می گردانند و دعوت به نزدیکی و تقارب بین رافضه و مسلمانان را سر می دهند. اما چگونه ممکن است که حق و باطل با هم جمع گردد؟ خوشحالیم که امروز در خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی که از مراجع بزرگ و از علمای بزرگ هستند. با توجه بله. حالا دیدید هماهنگی رو؟ از یک طرف این صیغه زاده قم میاد تهدید میکنه، از یک طرف هم داعش میاد تهدید میکنه. سناریو چی است؟ سناریویی که به اصطلاح ما تصور میکنیم. خدایی نکرده به شکلی از اشکال میان یکی از علمای اهل سنت رو ترور میکنن. قبل از اون داعش میاد یک فیلم پخش میکنه، بعد اینا میان تهدید میکنن، بعدم که اون عالم رو کشتن یا ترور کردن یا بلای سرش آوردن میگن بله کار داعشه. کار خودشونه اما میگن کار داعشه. ندیدید داعش فیلم درست کرده بود و تهدید کرده بود؟ ببینید هماهنگی که بین اینها وجود داره. اگر این داعشیای احمقی که این چیزا را این حرفا رو میزنن واقعا غیرت دارن، شهامت دارن، راست میگن، برن دهن امثال مکارم شیرازی و قزوینی و ابوالقاسمی و یزدانی و اینا رو ببندن که 24 ساعت به امهات المؤمنین و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنن و به علمای اهل سنت. اما اینا دو روی یک سکه هستن، یکی به نام داعش، یکی هم به نام اهل بیت. این بود هماهنگی که بین اینها وجود داره و بارها اینا تهدید کردن، تهدید به ترور کردن و تهدید به قتل کردن. یکی از عزیزان گفته که پخش اینترنتیمون صدا نداره، دوستان لطفاً این رو چک بکنن. به هر صورت کلیپ هایی هم پخش شده که از خود کارشناس های همین شبکه ولایت
بعد از اینکه مولانا مرادزی اومدن مناظره صورت گرفت، البته دسیسه بود که الحمدلله به نفع اهل سنت تمام شد. بعد از اون که ایشون یه سری واقعیت ها رو بیان کرد، تهدید به قتل کردن ایشون رو. اما جواب همه این توهین ها، اهانت ها و حرفایی که این صیغه زاده قمی زد در کلیپی هست که لحظاتی بعد خواهید دید. کلیپ رو ببینیم و بعد برمیگردیم ان شاءالله خدمت شما ایزان خواهیم بود. اینکه شبکه اهل بیت امروز داره صدای حق شیعه را به دنیا میرسونه. هر کی هر جوری میتونه کمک کنه که زمین نخوره. حیفه. یعنی فرصت خوبی دست شیعه اومده برای کار کردن. در این شبکه، خب شبکه مقدسه اهل بیت، معناش این است که اینجا فقط حرف اهل بیت گفته میشه. نه با شبکه اهل بیتش، نه با شبکه اهل بیتش، نه با شبکه سامن، نه با شبکه امام حسین. والله تلا قسم به تمام مقدسات این شبکه های شیعه هرچی بیشتر رونق پیدا کنن بنده خوشحال میشم. من دیشب هم در شبکه اهل بیت همونجا هم زنگ زدم، همونجا هم عرض کردم که ما آقای اللهیاری رو سرمون میذاریم، حلوا میکنیم. من حتی به همین آقای اللهیاری هم زنگ زدم، گفتم آقا من دست شما را میبوسم. من حتی به همین آقای اللهیاری هم زنگ زدم، گفتم آقا من دست شما را میبوسم. خامنه‌ای اصلا پروای حرام را ندارد. خامنه‌ای اون روزی که منفعتش باشه حرم امام رضا علیه السلام را حاضر به اسرائیل بفروشه. او یک آدم بی‌ناموس خامنه‌ای، کسی که در تمام عمرش به مفعولیت گذشته و این خامنه‌ای داد از عزت میزند و خودش یک آدم مفعول، خودش یک عمر اونجا پول گرفته و لواط داده. یکی از اموری که درباره آقای خامنه‌ای کمتر گفته شده بیان شده اینه که ایشان چون در نوجوانی هم یک مقدار خوشگل بوده و هم یک مقدار مثلا با این آدم‌های لات و سبیل کلفت و اینها رفت و آمد داشته و نشست و برخاست بیجا داشته. بله، این سبیل کلفتایی که با اون رفت و آمد داشته به این اسمشو پری گذاشته بودن، لقب پری به او داده بودن. یعنی به عنوان این که یک که خوشگل و مؤنث و مثلا مورد استفاده اونها هست، به این میگفتن پری. این در بین روحانیون قدیمی معروف و مشهوره و اونها به من گفتن که این بله به این اندازه وضع این ملعون خراب بوده در اون زمان. ملعون بابا کرم، تو برو در اونجا بابا کرم برقص. تو آقای خامنه‌ای خیلی شانس آورد که این انقلاب ایران واقع شد. این انقلاب شد، چون این انقلاب اگر نمیشد آقای خامنه‌ای به احتمال زیاد بله یک کانال فیلم پورن باز میکردیم این بابا کرم، چون دیگر از این که کاری که نبود. این شانس آورد انقلاب شد، رئیس جمهور شد، بعد رهبر شد. و الا اون شخصی که بابا کرم میکرد اون جریان حمام منصوری، ایشان دیگر اگر به رهبری نمیرسید و این انقلاب نمیشد، حتما تا این زمانه یکی از این بله یا یک وبسایت خلاف عفت باز میکرد یا یک کانال پورنو اداره میکرد. آقای خامنه‌ای خیلی کثیفه، خیلی زیاد نجسه. یعنی بابا کرم چیزی نیست. شما بدانید که این آقای خامنه‌ای اینقدر نجسه، اینقدر کثیفه. در اون زندان روحانیون بینندگان محترم، روحانیونی که اهل دروغ نیستن، اهل نماز شب هستن، به من گفته‌اند با یک واسطه که آقای خامنه‌ای در زندان کارهای خیلی نجس منافی عفت دیگر خودتان بدانید مرتکب می شده. اینو خودتان بدانید دیگر چیه دیگر منظور. همون مال قضیه حمام منصوری در زندان هم اتفاق افتاده. این خامنه‌ای ولد الزنای حرامزاده مفعول لواط داده، این بله پاره شده 70 مرتبه، این ملعون کافر. خامنه‌ای مگر دین دارد؟ خامنه‌ای دجال حرامزاده است، ولد الزنا است، مفعوله. این اگر خوب می بود این فاحشه نمی بود. این لقب سابق و مشهور این پری بلنده هست. اینقدر این اصلا ببینید دوستان عزیز، این قضیه حقیقت داره. این ما از دروغ و مبالغه نمی. این مفعول پول میگرفت، بله صیغه میشد. مرد در حالی که مرد نزن. خود خامنه‌ای که مرد بود در جوانی خودش این خودش
بله این سیغه تمام لاتهای خراسان و طیبات و کجا این الان شده رهبر ولی فقیه. از جب روزگاری روحیات آقای خامنه ای روحیات زن فاحشه می باشد. روحیات زن فاحشه اینه در حالی که عفت نه، خب فاحشه دیگه بدکاره، عفت ندارد. بله 10,000 مرد مختلف او را اینقدر باش کار بد انجام داده که اصلا یادش رفته کی با او فعل بد انجام داده. این رهبر معظم ببینید ایشون خیلی روحیه خدمت داره. ایشون از کوچیکی روحیه خدمتگذاری به مردم داشت، بالخصوص به مردان مجرد. لذا ایشون بابا کرم اگر یک بار کرده دیگه شما ایشون رو اذیت نکنید. نیت ایشون خیر بوده، نیت مهم. لا مذهب، شما یک کسی را از حمام منصوری بلند کردید، خودش مفعول، او را آوردید ولی امر مسلمین جهان، این باعث بدنامی مذهبه. لا مذهبه، این باعث بدنامی مذهبه. خود آقای خامنه‌ای نامه نوشت، عفوا آقای خمینی با خامنه‌ای نامه نوشت در سال 68 که تو الفبای اسلام را نمیدانی، تو بدیهیات اسلام را نمیدانی. تو سال 69 بله 6 ماه بعدش خمینی از دنیا رفت، او را آوردید بله ولی فقیه، همون کسی که بدیهیات اسلام را بلد نبود او را آوردید ولی فقیه مسلمین. بعدش هم 1 سال بعد دیگه که آقای گلپایگانی از دنیا رفت او را مرجع جهان اسلام معرفی کردید. شما این پدر سوختگیای شما هست که مذهب را بدنام کردن، مرجعیت را بدنام کردن. یک مفعوله. لا مذهب را آوردید که ولی امر مسلمین جهانه. خودتون دیدین این عمل وقیح. بله برادر، شما بگو لواط نداده، شما بگو لواط نداده. خب ما اصرار که ندادیم که بگیم لواط داده، بگو نداده. ما اینجا بحث ما فراتر از آن ولایت فقیه اصل انقلاب. شما این رهبر ما نداده، خب نداده، سلمنا نداده، ببخشید بگو لواط نداده. بله فضائل شیخ ما این است، دوغ را خورد گفت شیرین است. اینا از کرامات شیخ ما این است، دوغ را خورد گفت شیرین است. از فضائل رهبر اینا این است که بله نداده. خب نداده، مبارکتون باشه نداده. اگه ثابت هم میشد که شده این کار، اون وقت براش 20,000 توجیه می آوردید که بله مصلحت اسلام بود، این بله مستحبه، یک راه براش پیدا میکردید. آقای خامنه اینقدر مردی نداره که یک روز بیاید جواب چند تا خبرنگار را بدهد، چه برسد بین جواب عوام الناس را بدهد، یا شبکه ولایتشان اون مکارم شیرازی بیاد جواب مردم را بدهد. ولی یک مرد بینشان نیست. این اصلا نطفه اش خرابه، این ملعون ناصبیه، این شیطان ابلیس ملعون خامنه‌ای با اون دسته که ماننده سینه زد مدکاره، دستش اینجوری از آستینش بیرون آویزان شده. بگذارید ظالمین بین هم دیگر میزنن بزنن. یک کسی مثلا این سردار سرلشکر آقای فیروز آبادی وزن 380 کیلوگرم، ایشان به این نتیجه میرسه که خامنه‌ای رهبریش مثلا مثال میدیم به ضرر نظام، میاد که رهبر معظم انقلاب را به لقاء الله بفرسته، یک بالشت بزرگم میارد به دهن خامنه‌ای میگذارد، خودش با اون مقعد 370 کیلویی خود بر روی یک بالشت میشینه که خامنه‌ای اونجا یک گاز اشکاورم به دهن خامنه‌ای رها میکنه، خامنه‌ای اونجا نفسش میگیره. شما از این جریان مثلا با خبر شدی، از این توطئه، شما ول کن، رو کار نگیر، بگذار اینا بین خود هر بلایی بر سر همدیگر میارن بیار. پیروان خامنه‌ای امشب خیلی ناراحتن چون ما خامنه‌ای رو گفتیم حرامزاده. اینا تازه متوجه شدن، من سابقا نگفته بودم خامنه‌ای نزد ما از هر کافری نجستره، این یادتان باشه. این ملعون، این نجسه، به خدا شاید من از عقیده ام میگم، از ته دلم میگویم، پروردگار عالم قسم، من به خنزیر نگاه کنم، به صورت خنزیر خوک که خیلی صورتی داره که دل آدم نمیخواد نگاه بکنه، این قدر بدم نمیاد که به صورت خامنه‌ای نگاه میکنم ناراحت میشم. من از این قدر نفرت دارم از این ملعون، دشمن امام زمان علیه السلام، این کافر نجس، این حرامزاده ولد الزنا، این ملعون از هر نجسی نجستره. پیروان خامنه‌ای بدانید، شما از ما توقع نداشته باشید که ما او رو حرامزاده نگوییم. ما او رو از حرامزاده چیه؟ حرامزاده که بله خیلی حرامزاده ها هستن، عقیدهشان درسته، توبه کرده ان
بله اهل بیت علیهم السلام را دوست دارن، وارد بهشت هم میشن، بهشتی هستن. متوجه هستید؟ اینطوری حرامزاده که گناه خودش نیست. این خامنه ای نجسه، این کافره، این ملعونه، قاتله. خدا این را لعنت کنه. شما جماعت نجس. احمدی نژاد وقتی که چاقویش دسته پیدا کرد، دسته چاقو را زد به کجا؟ بله به همون جای مقام معظم. خامنه‌ای از دست خود شکایت کرده، از فلان جای خود شکایت کرده. بله ما معلوم نیست کجا بعضی جاها را ذکر نمی‌کنم. بعضی جاهای آقای خامنه‌ای جراحت برداشته در سالهای سابق. شاید از اونا علنا چیزی نگه، ما کاری نداریم کجاش جراحت داره. اون شکایت میکنه، اون حقشه بگه دستم درد میکنه، فلان جان درد میکنه. اون کار نداره. برادر عزیز من خامنه‌ای اشکالاش خیلی بزرگتر از اینه. واقعا که دیگه اون رهبر پروستاتی این جماعت، بله از اون محل پروستاتش آتیش گرفته، خلاصه سوخته. شما این آقای خامنه‌ای فعلا کجاش جراحی شده؟ این اگر جواب دادی من دست میکشم از ادعا. او بی‌تربیتی شما. نه بی‌تربیتی، آخر سواله برادر بزرگ کجاش جراحت شده؟ تو بگو. بابا کجاش عملیات جراحی انجام دادن؟ اون شده میگه بی‌تربیتی میکنه. اون تمام روزنامه ها نوشتن، تلویزیون ها اعلان کردن. بی‌تربیتی کجاست؟ شما یک سوال بگم جواب بده، جواب دادن نمیتونی. ببین این قد صلح آرامش آورد که آخر اونجاش پاره شد. این قد صلح، این قد آرامش زور زد آورد پاره، اونجاش پاره شد. میپرسیم که کجاش جراحی کردن، جواب دادن نمیتونم. اطباء اینا هم میگیشن شک کرده که این اصلا ما تحتش پاره شده به خاطر غزه گفته و به خاطر فلسطین انقدر داد کشیده این ملعون. ایشان انسان خیلی مبارزیه در راه انقلاب، ایشان خیلی مبارزه کرده و تا به امروز کسی در راه انقلاب در طول 14 قرن در راه اسلام پروستات هدیه نکرده بود. از عظمت ایشان اینه که این رهبر بزرگوار در راه انقلاب حتی بله شرمگاه خود را هم فدا کرده. آقای خامنه‌ای مقعدش پاره میشه، ما تحتش بله ترک بر میداره. آقای خامنه‌ای از تشویش زیاد دکترها مجبور شدن اون جایش را جراحت بکنن، جراحی بکنن. ببینید حالا خامنه‌ای رفته اونجا بر بستر افتاده، دکترها دورش جمع شدن گفتن باید اینجا تا ما عمل بکنیم. اونجاش عمل کردن، یک پروستات به اندازه یک گربه نره، پروستاتش این قد شده بود به اندازه گربه نره. خب اون رو آوردن، حالا اونو بردن، اون پروستات به اندازه گربه نره رو در اونجا در یخچال در بیت رهبری گذاشتن. بسیجی ها برن اونجا توسل بکنن، تبرک بجوین به اون پروستات. بله طلبه های قم، مدارس قم دسته دسته برن اونجا زیارت بکنن، فدای پروستات رهبری بشن. خلاصه این شبکه اهل بیت علیهم السلام اینقدر فشار آورد که اون عضو خاص رهبری اینجوری ترکید، پاره شد. از سابق هم که پاره بود. هر کسی که به جای او بیاد، ولو من قبلا گفتم یک زن بدکاره بیاد رهبر ایران بشود، از این خامنه‌ای بهتر. چون زن بدکاره، زن فاحشه اگر حاکم ایران بشود، گوش کن جان من، زن فاحشه اگر بیاد حاکم ایران بشود حداقل دین را بدنام نمی‌کند. اون زمان که ایران شهر ایشون تبعید کرده بود شاه، اون زمان شیره میکشید خامنه‌ای. قربان شیرشون اصلا عکسشون در سایت اگر شما سرچ کنید همین الان اسمش میاد با بله اصلا معتاد بود آقا در ایران شهر تو خونه‌های اینون میرفته بود کشیده شیره، پول نداشته قرضی میگرفته. بله خب دیگه حتی اون آقایی که بین آقا شیره قرض داده و پولشو نداده، یه روز خودش گفت تو ایران شهر برای
یه آقایی که رفته بود اونجا گفت من به خامنه ای شیره دادم، اگر بخوام پولش حساب کنم 15 ریال میشه قرضش. هنوزم قرضشو نداده. بله دوستان از شنیدید خامنه ای 15 ریال اونجا بدهکاره در حالا اونو طرف اعدام میکنه. حالا اگر خامنه این برنامه رو ببینه اون طرف فوراً چون میشناسه کیه دیگه، اگر یادش باشه، چون شاید زیاد قرض گرفته یادش نیست کی بوده، اگر یادش باشه فوراً اونجا یک یگان ویژه میفرسته از سپاه پاسداران اونا را بنده خدا را اعدام میکنه. شروسی که از فرنگ به تهران میآید. انه کذاب اشر دجال بطر، او کذابی هست، دروغگویی هست، خیلی اهل شر. دجال بطر و دجالی هست که خیلی طغیان نموده. میشوم خیلی شوم هست، ملعون هست، مغلف معبون، بله قلب او بسته شده، معبون هست. یدعی انه منا اهل البیت، ادعا میکند که او از ما اهل بیت هست. ولیس هو منا، اما او از ما اهل بیت نیست. و انما من ابناء السیخ، اصل او از سیک های این دوستان هست. ابن المرأة الفاجره، مادر او هم آدم خوبی نبوده. و اتباعه ضعفاء العقول، و پیروان او انسانهایی هستند که از لحاظ عقل بله ذوب شدن دیگه. و ابناء البغایا من العجم، و اتباع و پیروان او عموما زنازادگان هستند از اولاد عجم. و الشروسی زندیق ملحد، قد اتخذ الدین جلبابا لصولته. و شروسی ایشان بله یک زندیقی هست ملحد و دین را گرفته برای خودش، یک لباس گرفته لصولته، از برای اینکه اصل خود را بپوشاند با لباس دین. این عمل شنیع لواط از سابق این ملعون عادت داشته، از سابق. و حالا بعضی امور دیگری هم هست. اون رهبر اولشان اون هم ظاهرا خدای توبه پروردگار عالم، اون هم من از بعضی از ثقات شنیدم، این خبر را نمیگم که ثقه نیست، بعضی از ثقات میگفتن که در همون پیرمردی خود بعضی از نگهبانانش مثلا از اونا خواهش میکرد علیاذ بالله. حالا اون قضیه آقای خمینی شاید بعضی تفصیلاتی داره، من اونا رو نمیخوام بیان بکنم به خاطر که اگر تفصیلات رو بیان کنم اون در اطراف قضیه اونا شناسایی میشه. به خاطر این من نمیتونم دهنمو باز بکنم تفصیلات بیشتر بیان بکنم تا قضیه آقای خمینی. ای جماعت نابکار پیروان آقای خمینی که آقای خمینی هم بله امشب عرض کردم که بله بعضی از نگهبانان شخصیشان ترتیبشان را میدادن در اون سن 75 سالگی، مرجع تقلید، امید مستضعفین جهان. بله کار شما از بیخ خرابه جماعت. و این مطلب را که عرض میکنم از ثقات عرض میکنم، فکر نکنید من این را شوخی میکنم. این جماعت کافره، این جماعت فاجره، این جماعت فاسقه، این جماعت دشمن خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. شما که ذوب شدی در ولایت، رفتی در بسیج اونجا، بله ما میدانیم که در بسیج اونجا بر شما چی گذشته از بچگی. خلاصه شما که فرصت نداری اونجا در بسیج میری، از اون بدبختی ها بر تو میگذره، تو که فرصت نداری سخنرانی ما رو گوش کنی. عکسای خامنه ای را میگیرند و برای اون سینه میزنند. این جماعت اونا ذوب شدن، اینا میرن اول بسیج، در اون بسیج با اینا اون سپاه پاسدارای قدیمی با اینا کارهای بد انجام میدن و اینا دیگر نه مردانگی دارن نه شرافت دارن. از اون روز اول لقمه حرام خوردن، بعدم که بسیج رفتن اونجا مردانگیشان هم از دست دادن. لانه جاسوسی یعنی حوزه علمی قم از یک سر، طلبه همگی جاسوس، مدرسین جاسوس، بله خدام مدارس جاسوس، از یک سر همگی اطلاعات. غیر اینه علمای حوزه علمی قم لانه جاسوسی کجاست؟ بله مگر این که بگیم کلمه لانه دلالت خوبی نداره، چون این خیلی اصلا لانه نیست، این اصلا معدن جاسوسی. لانه یعنی یک جای کوچیک. حوزه علمی قم را اینا تبدیل کردن به مرکز جاسوسی. خودش آمده به نام مذهب جوانان شیعه را در زندان‌های اونها با اونها فعل بد انجام میدن. سگ بر این مکارم شیرازی شرف دارد، سگ بر این جوادی عاملی، بر اینها، بر آقای خامنه‌ای که اینها میان از دشمنان اهل بیت علیهم السلام تجلیل و اکرام میکنن، لشکر یزید را آوردن از اونجا اونا را شکمشان را سیر میکنن، بر اینها شرف دارن. اون زمان شیخ شکرفروش سخنرانیش موجوده، شاهدانم موجودن که اون زمانی که در اون جلسه‌ای که اصل ولایت فقیه را اضافه کردن در قانون اساسی ایران اونجا سخنرانی کرد، اونجا مخالفت شدید کرد با ولایت فقیه، سخنرانیش موجوده.
من خودم سخنرانیش را خواندم، گرچه قسمت‌های از او سانسور کرده. اون قسمتش گفته که امروز روز سیاه است در تاریخ ایران، اون قسمتش را سانسور کرده وقتی که رأی دادن ولایت فقیه، همین شیخ شکرفروش. اما قسمت‌های دیگرش که اظهار مخالفت کرده اونجاش موجوده، خودتان میتونید مراجعه بکنید در وبسایت‌ها، اینجا موجوده. اما حالا او اومده طرفدار ولایت فقیه شد. خب این منافقت نیست؟ اون زمانی که بهت پول نمیدادن بله مخالف ولایت فقیه بودی، حالا که بهت پول میدن تو رو مرجع ساختن طرفدار ولایت فقیه شدی. همه مردم هم حقه اینا را فهمیده، همه مردم هم حقه اینا را فهمیده و 95% مردم ایران بر خامنه ای لعنت میفرستند. از خامنه ای بیزارن، از این انقلاب، از این حکومت بیزارن مردم. شیعیان خارج هم همچنین الان فهمیدن، همگی الحمدلله رب العالمین، شکر پروردگار عالم. دیگر این جماعت خسر دنیا و الاخره شده. کدام کار بد را شما بگید که به نام مذهب در ایران انجام نمیدن؟ ترور، تجاوز به ناموس مردم، بله، ضبط کردن مال مردم، یعنی به زور مال مردم را بگه مصادره کردن. هر کار بدی را که شما تصور بکنید در ایران به نام مذهب انجام. که ادعای اینها نسبت به تشیع، ادعای اینها نسبت به اهل بیت علیهم السلام به خاطر خر کردن مردم احمق، که چند تا احمق اولاغ را اینا را بگه که بله عجب سید بزرگواری، عجب با غیرتی، عجب این آمده که مذهب را احیا بکنن. من حتی به همین آقای علایاری هم زنگ زدم، گفتم آقا من دست شما را میبوسم. من حتی به همین آقای علایاری هم زنگ زدم، گفتم آقا من دست شما را میبوسم.